این دوستان با این سن و سال اومده آتیش زد اینجا رو. ببینید امروز دوشنبه 26 خرداد ساعت حدود 3:10 محدوده شهرک پاسارگاد، شهرک مخابرات، سمت سعادت آباد. علف خشکار آتیش زدن که بگن خبریه. الحمدلله هیچ خبری نیست. آتش نشانی و مردم همراه کمک میکنن که الان لکه گیری این علف خشکار رو دارن انجام میدن. هیچ خبری نیست. 26/4 سمت سلطان آباد شیراز اومدن آتیش لاستیک آتیش زدن که بگن شیراز زدن.